هر روز جهانگیر با نگاه بین این جانوران زیبا شام می شود. او 10 سال باز به پرورش خرگوش مشغول است. جانوری زیبایی که تا 8 سال عمر می بیند و خیلی چالاک است. حوله جهانگیر در دهه در کنار شهر دوشنبه جایگیر است و او یک حجره منزل نیم ساخت را برای پرورش این جانوران آماده کرده است. ترسانچک میشه. بو خیلی شوستری میشه بو. حاضر زمستون مثلا علافی قوق میتیم. نانی قوق هم خیلی چیزا. کارم دارم ادیوس بیشتر برخش. گنده نازکه کی. جهانگیر میگوید با نزدیک شدن سال نو میلادی خریداران خرگوش‌های او زیاد شدند. آنها وابسته به سن و سال و حجمشان نرخ دارند. بیشتر همین آدم برای بچه‌هاشون میگیرن. مثلا سفیدکاشه برای کودکاشون اینترس نیست. بعد بچه‌ها برای عروساشون میگیرن. این جانوران شاید ندانند که سال 2023 سال آنهاست و از روی تقویم مولجر نوبتشان بعد سال پلنگ تیز دندان می آید. تقویم مولجر را بیشتر در فرهنگ سالشماری مردمان شرق کار میبرند که آن عبارت از 12 سال بوده هر سال با اسم و خصوصیت طبیعی یک جانور اختصاص یافته است. میان مردم سالشماری مرجع از روی خصوصیت و طبیعت حیوان‌ها به افرادی در همان سال حیوان تولد یافته طالع بینی می شود. این اگر تجربه انسانی که نشان داده که اگر همون سال مثلا مار شود سال دشوار است. چون خیلی مار می‌دونیم که یک خزنده بسیار زهردار است. خیلی اگر خرگوش باشد خرگوش سال ناز است. خرگوش بی‌ضرر است. الحمدلله پدر مادرای ما همیشه حواس داشتن که سال خوب در تولد شوند. سال موش باشد اگر هم پسر بچه یا که دختر بچه زیرک میشه دانو میشه هستن یعنی سال خرگوش چی به فکر شما؟ خرگوش هم سال خوبه سال به فیض انشالله میشه. همین چیز یکم وای دارد وابستگی دارد به خاراکتری آدم. بله فرزندی من سالش میمون است از سبب هم در یک جا نمیشیند باز خود به خود میگوید که سال من میمون است از همین سبب بسیار شوخ است. اگر با معلوماتی اما نجوم شناسان میگویند چنین طالع بینی را علم ثابت نکرده است و این عقیده ها زمان پیدا شدند که هنوز علمی ستاره شناسی وجود نداشت. از روی تحقیقات های علمی استرونومیا معلوم شد که این پیشگویی ها با قانون های حرکت ستاره های و سیاره ها یگان وابستگی ندارند. یعنی پیشگویی کردن تقدیر انسان و چگونه بودن روزها و سالها در اساس حرکت های ابیکت های کیهانی امکان ناپذیر است. اما افسوس که اکثریت آدمان با این اعتقاد داشته و هر سال در عرفه سال نو انتظار چنین پیشگویی ها هستند. در گذشته ها مثلا اگر سال تولد انسان در خاطره ها نمیماند زمان تولدش را از روی سالشماری مولجر به خاطر می آوردند. از میان افرادی شناخته در سال خرگوش عالمان برجسته جهانی به مثل آلبرت اینشتین، میخائیل لومونوسوف و هنرمندان معروف تئاتر و سینما کوئنتین تارانتینو و یوگنی مارگونوف تولد شدند. ضمناً سال خرگوش همان سال است که بنا به باورها هنگام پیدا شدن ضروریت برای دفاع از سلامتی خود و فرزندانش ناترسانه مبارزه میبرد. طبره میگویند پرورش خرگوش آسان نیست چون که آن طاقتی در درون قفس ایستادن را ندارد و بیشتر در آزادی میگردد. پس شما هم در سال خرگوش آزاد باشید و به همه آرزوهای خود برسید. هواداران عزیز رادیوی آزادی.